استاد من در رابطه با طبیعت یک جمله خیلی زیبایی داشتن. می‌فرمودن که طبیعت زباله ندارد. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی به جنگل میرید که در اونجا میلیون‌ها درخت وجود داره و میلیاردها برگ درخت و میلیاردها حشره و میلیاردها حیوانی که در داخل اون جنگل زندگی میکنن. وقتی که بررسی میکنید به لحاظ ریاضی میبینید که جمع جبری همه فعالیت هایی که در جنگل داره انجام میگیره اینه که در انتهای این فعالیت ها کوچکترین زباله‌ای باقی نمیمونه. اگر برگ درخت هست تبدیل به کود میشه، اگر پوسته درخت هست تبدیل به کود میشه. اگر حیواناتی میمیرن تجزیه میشن، 2 مرتبه برمیگردن به این سیستم و هیچ گونه آلایندگی در اونجا وجود نداره، مگر اینکه یک طبیعت نوردی، یک کوهنوردی از اون منطقه عبور کرده باشه و آبی استفاده کرده باشه و شیشه پت اون رو داخل جنگل پرتاب کنه. این شیشه پت بعد از مدتی که در اون محل هست، ضمن اینکه تجزیه نمیشه، در قسمت انتهایی شیشه که یه مقداری ضخیم‌تر هست مثل ذره‌بین عمل میکنه و با تابش آفتاب انعکاس میده روی برگ‌های خشک و باعث آتش سوزی جنگل میشه. اینها فجایعیه که متاسفانه اختراعات نیمه تمام بشر، اختراعات سود محورانه بشر و اختراعات ناآگاهانه بشر به طبیعت داره تحمیل میکنه. حیرت انگیزه که طبیعت زباله نداره. چرخه های مختلف مواد که از شگفتی های طبیعت محسوب میشه باعث شده که هیچ ماده‌ای به عنوان زباله قلمداد نشه، بلکه هر ماده تولیدی طبیعی به عنوان ماده مصرفی در قسمتی از این چرخه ها استفاده میشه. برای مثال فضولات و اجساد گیاهان و حیوانات توسط میکروارگانیسم ها تجزیه و تبدیل به کود برای تولید گیاهان و حیوانات جدید میشن. یعنی میزان هدر رفت ماده و در واقع تولید زباله در طبیعت عددی برابر 0. در مورد آب و اکسیژن هم چرخه هایی وجود داره که خیلی مهم و حیاتی و البته شگفت انگیزن. مثلا در مورد اکسیژن که مدام توسط موجودات زنده مصرف میشه، پیوسته توسط گیاهان در حال تولیده و در عوض ماده اولیه فتوسنتز گیاهان هم دی اکسید کربونه که گاز دفعی تنفس حیوانات هست. یعنی ماده دفعی هر کدوم از این 2 گروه توسط گروه دیگه مورد استفاده قرار میگیره. به این ترتیب هیچ ماده اضافی در طبیعت تجمع پیدا نمی‌کنه و این از شگفتی‌های طبیعته که حیات چندین هزار ساله روی این کره خاکی رو ممکن کرده. جالبه که طبیعت زباله نداره و جالبتر این که در تمام سطح کره زمین تنها موجودی که زباله تولید می‌کنه انسانه. نوع و مقدار زباله هایی که از ابتدای خلقت توسط انسان تولید شده با دوران معاصر تفاوت هایی داره. مقدار پسماند در گذشته نسبت به دوران صنعتی بسیار کم بوده و طبیعت فرصت تجزیه اون رو داشته. از نظر نوع هم زباله های زمان حال با دوران گذشته قابل مقایسه نیست. با شروع انقلاب صنعتی و دور شدن انسان‌ها از سبک زندگی طبیعی و همینطور سرعت گرفتن تولید اختراعات و ابداعات، مواد پیچیده‌ای تولید شدن که طبیعت توان تجزیه اونها رو نداره، تا حدی که مقدار زیادی از اونها در برابر حرارت بسیار مقاوم هستند و حتی خود انسان هم از بازیافت و تجزیه اونها عاجز مونده. پسماندهای با ساختار غیر طبیعی برای تجزیه وقت و انرژی زیادی از طبیعت میگیرن و بعضی از اونها حتی بعد از تجزیه باعث نابودی و از بین رفتن خاصیت حاصلخیزی خاک میشن. اگه دوست دارید این زباله ها رو بشناسید، با ما همراه باشید. در ویدیوهای بعد پای صحبت استادم پروفسور دانش میشینیم تا با پسماندهای مقاوم و راهکارهای کاهش و حذفشون آشنا بشیم. Danesh Media Update Idea